یک سلام دوباره به تمام علاقمندان دویجر تیوی، به خصوص کسایی که در نیو آسوای قرار دارن. امروز یک چند تمرین داریم کار میکنیم که برای شما بر جمله بندیتان و همچنان کسی که از شما سوال میپرسد چگونه جوابش ذکر میکنین. ایره کار میکنیم. سوالات میبینیم. Es ist 10:20 Uhr. Ich mag Klassik. Etwa 2 Wochen، یعنی در حدود 2 هفته، ins کنسولات کنسولگری را میگه. den weißen، رنگ سپیدش، in der Rathausstraße، در سرک راتهاوس، am Freitag، روز جمعه، mit dem Auto، با موتر. این حال ما جمله اوله میبینیم. wann gehst du zum Konzert؟ تو چی وقت به کنسرت میروی؟ جوابش از انتخاب میکنیم. Es ist 10:20 Uhr, etwa 2 Wochen, den Weißen am Freitag. بله. گفته وان یعنی چی وقت؟ am Freitag. روزش هم این کردیم. اگر میگفت وی فیلوه، باز ما میتونستیم ساعتشان بگیم اگر ساعتش ذکر میشده. اما اینجا هیچ نامده. اگر میامد 10 Uhr 14 Uhr، باز ما میفهمیدیم که ساعتشان ممکن بود که با هم یک جواب باشه. سوال دوم. welche Musik hörst du gern؟ کدام موسیقی را علاقه داری بشنوی؟ Es ist 10:20 Uhr, etwa 2 Wochen, den Weißen am Freitag, ich mag Klassik. میفهمید که کلاسیک یک نوع موسیقی است. موسیقی کلاسیک. پس ای درست میام. womit fährt ihr nach München؟ با چی به منشن می روید؟ شما با چی به منشن می روید؟ فرد هدفش از رفتن با موتر، با بوس و یا با ریل و یا با تیاره است. این حال می بینیم. Es ist 10:20 Uhr, etwa 2 Wochen, den Weißen am Freitag, ich mag Klassik, ins Konsulat, in der Rathausstraße mit dem Auto. اونجا گفته womit، با چی؟ mit dem Auto، با موتر. Wo ist das Meldeamt؟ Meldeamt یا دفتر ثبت نام کجا هست؟ این حال میبینیم. جوابش چی میتونه باشه؟ از طرف آخر in der Rathausstraße، در سرک راتهاوس. گفته wo ist das، در کجا هست. کل جوابا رو میبینیم. فقط این یکی سر میخوره in der Rathausstraße، در سرک راتهاوسstraße است. Wie spät ist es؟ ساعت چند است؟ Es ist 10:20 Uhr. ساعت 2:20 است. Nummer 6. Wie lange bleibt ihr dort؟ چی مدتی اونجا میمانید؟ Wie lange، چی مدت bleibt ihr dort، شما آنجا میمانید. از بالا جواب دوم. etwa 2 Wochen، در حدود 2 هفته یا تقریبا 2 هفته. etwa 2 Wochen. Nummer 7. welchen Pullover möchten Sie؟ کدام پولوور یا مجاکت میخواین شما؟ از بالا جواب سیوم den weißen، رنگ سفیده. den weißen. wohin gehst du؟ wohin یعنی به کجا میروی. و کجا، wohin به کجا. wohin gehst du، به کجا میروی. خب mit dem Auto را گرفتیم in der Rathausstraße ins Konsulat. با کنسولات یا با کنسولگری. ins Konsulat. متوجه باشین این سواله که اینجا نوشته هست، شما هر وقتی که از کسی پرسان میکنین که کجا میروی، چی وقت میروی و یا با کی میروی، با چی میروی، تمامش به این شکلی که نوشته هست شما به این شکل میتونین پرسان کنین. اگر دو باشه فعلتان است میگیره، مثلا welche Musik hörst du. اگر زی باشه باز فعلتان اصل فعل میمانه یا ان میگیره آخرش. این یک تمرین از آسوای بود. اینه ببینین که کنترلش کردیم. تمام چراغ ها در پالی شماره ها که نوشته است به رنگ سبز شده. به این معنی است که تمام جوابات ما درست است. و 100% der Aufgaben wurden richtig gelöst. گفته که 100% جوابات درست حل شده.
خب اوونگ دوم میبینیم. اینجا گفته که welches Wort passt nicht zu den anderen. کدام لغت به دیگر لغت ها سر نمیخوره. یکیش حتما به دیگرش سر نمیخوره. نمبر 1 Flughafen. Flughafen میفهمین که کجاست؟ میدان هوایی. Flugzeug طیاره. Bahnhof ایستگاه خطری. Hafen به معنی بندرگاه. Haltestelle ایستگاه بوس. هافن بندرگاه. بانهوف هم ایستگاه خطریل. فلوگزوگ هم طیاره. فلوگهافن هم چی است؟ میدان هوایی. پس میبینیم که فلوگزوگ نمیخوانه. سیست نی؟ یکی ایستگاه را گفته، یکی هافن یا بندرگاه. بانهوف اینجا جایست که شما میتونید که در ریل بالا شوین. فلوگهافن هم میدان هوایی. یک فلوگزوگ طیاره به اون نمیخوانه. نمبر 2 سوگ هم ریله میگه. بوس با دریم بوس داریم. فلوگزوگ طیاره. شف کشتی. کانزولات کنسولگری. پس میبینیم که کانزولات سر نمیخوره. ترامپن به معنی لفت گرفتن یا جای استاد میباشین و موتر استاد میکنین که با موتر کس دیگه برین. فارن هم رفتن با موتر یا با بایسیکل میتونه باشه، میتونه با چیز باشه. رایزن سفر کردن. بزارگن به معنای تهیه چیزه یا به دست آوردن چیزه یا خرید. چندین معنی داره. بزارگن مثلا یک چیز خریداری میکنی و بزارگن میکنی، تهیه میکنی، آماده میکنی. خب لغت بعدی هست فلیگن پرواز کردن. اینا کدامش نمیخوانم. ترامپن، فاغن، رایزن تقریبا و فلیگن یکسان است. بزارگن سر نمیخوره. اشتغاسه سرک. آلی به معنی خیابان. پارک است. پلاتس هم یک جای، یک میدان. وگ راه. اینا کدامش نمیخوانه. اشتغاسه، آلی، وگ با هم میخوانه. پلاتس هم با هم میخوانه. پارک نمیخوانه. انتخابش میکنیم. نمبر 5 شلاس قلعه هست. چندین معنی دیگه داره ولی جه به معنی قلعه هست. فرنزیهتوم برج تلویزیون یا کوه تلویزیون ما میگیم که در افغانستان هم داریم. اونیورسیت پوهنتون. موزیوم که موزیوم است. تاکسی هم تاکسی. اینا کدامش نمیخوانم. قلعه، فرنزیهتوم، اونیورسیت، موزیوم با هم میخوانه. تاکسی نمیخوانه. میتاگ آبند. میتاگ چاشت. آبند شام. دینستاگ سه‌شنبه. نخت شب. مورگن صبح. این خوازی است که دینستاگ نمیخوانه. فورگستن دیروز یا یک روز پیش از دیروز. گستن دیروز هم میگه. فورگستن یک روز پیش از دیروز. فرو وقت. هایت امروز. گستن دیروز. اوبا مورگن پس فردا. خب کدامش نمیخوانه؟ فرو. چرا که تمامش درباره امروز، دیروز و پس فرداست. گیبورتستاگ هوخسایت. گیبورتستاگ روز تولد. هوخسایت هم عروسی. شول انفنگ شروع مکتب. تاوفه که در حساب عیسویت اما آیینشان است که کسی عیسوی میشه سرش آب میپاشنن، او را میگن تاوفه. اکتبر که هم ماه هست. اینال کدامش نمیخوانه. گیبورتستاگ، هوخسایت، شولانفنگ و تاوفه اینا با هم میخوانن. اکتبر نمیخوانه چرا که تاوفه هم شروع یک آیین دیگه است یا شروع یک دین دیگه است. به او خاطر او هم با شولانفنگ و هوخسایت و گیبورتستاگ میخوانه که شکل شروع یک زندگی نو یا شروع سال جدید تولد نو. به شکل ترول میکنیم که درست است یا اشتباه. بله تمام چیزایی که ما انتخاب کردیم 100% جوابات ما درست است. تمرین بعدی را میبینیم. این تمرین به این شکل است که میگه welches Verb gehört nicht dazu. کدام ورب مربوطش نمیشه. مثلا نمبر 1 das Formular. das Formular میتونه یا فرم میتونه که چی شوه؟ ausfüllen
خانه‌پوری شوه unterschreiben امضا شوه hören فرمولار شنیده نمیشه پس hören نمیشه. نمبر 2 Gäste einladen مهمان میتونی دعوت کنی. Gäste auswandern مهمان ها مهاجرت میکنن نمیشه. Gäste bekommen مهمان داشتن میشه پس auswandern نمیشه. تکست ها را verstehen فهمیدنش lesen میشه که بخوانی. beantragen قرارداد کردن که تکست ها را نمیشه قرارداد کنی البته که میخوانی و میفهمی موضوعشم. کنسرت کارتن کارت های کنسرت hören شنیده نمیشه. ریزرویرن میشه ریزرو میشه. kaufen خریداریان میشه. das Visum ویزا beantragen بله beantrag میشه یا قرارداد میشه یا میتونین که ثبت کنین خدا که ویزی جدید بگیرین. bekommen میشه به دست آوردن ولی fliegen نمیشه ویزا پرواز نمیشه. Geld ausfüllen خانه‌پوری نمیشه. ausgeben پول دادن به دیگران میشه. brauchen ضرورت داشتن هم میشه پس ausfüllen نمیشه. urlaub رخصتی های سالانه که در سال یک ماه را میتونه آدم urlaub یا رخصتی بگیره. verkaufen فروخته نمیشه. haben داشتن urlaub haben یا urlaub machen میشه verkaufen نمیشه. den وکر ساعت کوکدار یا که کوک میکنین و صبحانه زنگ میزنه که با مو ساعت بیدار شوین. den وکر hören میشه که بشنویش. brauchen ضرورت میتونه آدم داشته باشه. کوخن پختن نمیشه. خب این حال کنترل میکنیم که سوال ما درست است یا اشتباه جوابات ما. بله تمام چراغا به رنگ سبز روشن شد پس به این معنی است که جوابات ما 100% درست است. خب تمرین دیگر را میبینیم یا تمرین 4. در اینجا باز هم چند گزینه داریم انتخاب میکنیم که کدامش درست است. welche Wort gehört in welchem Satz کدام لغت با کدام جمله سر میخورم. نمبر 1 ich habe lange überlegt من بسیار وقت یعنی با خود فکر کردم. بعد از خانه خالی رو میبینیم habe ich mich für ein Informatikstudium entschieden و من به خاطر اینکه یک انفرماتیک یعنی بخوانم تصمیم گرفتم. اینا در خانه خالی چی میایم؟ ich habe lange überlegt deutlich freundlich herzlich pünktlich unvergesslich südlich täglich schließlich بالاخره من بسیار فکر کردم بالاخره habe ich mich für ein Informatikstudium entschieden بالاخره تصمیم گرفتم که کدام چی را رشته را بخوانم انفرماتیک بخوانم. افریقا liegt von Europa افریقا قرار داره در کجای اروپا اینا رو میبینیم. deutlich freundlich herzlich pünktlich unvergesslich یا südlich بله افریقا در کجا قرار داره؟ در زودلیش یا زود اروپا قرار داره. زودلیش به معنای جنوبی در جنوب اروپا قرار داره. نمبر 3 vielen Dank بسیار تشکر das war sehr von Ihnen بسیار تشکر این چی بود از شما. das war sehr freundlich deutlich herzlich pünktlich unvergesslich täglich یا schließlich das war sehr freundlich von Ihnen. خب نمبر 4 unsere Lehrer sprechen immer استاد ما همیشه گپ میزنه. deutlich چی است؟ به معنی واضح یعنی واضح صحبت میکنه. du sprichst deutlich تو واضح صحبت میکنی. wir haben Nummer 5 wir haben mehrere Stunden Unterricht wir haben از پایان میبینیم schließlich گرفتیم täglich روزانه. wir haben täglich mehrere Stunden Unterricht ما روزانه ساعتهای زیاده را چی داریم؟ درس داریم. نمبر 6 die Reise war schön سفر بسیار خوب بود. die Erlebnisse bleiben Erlebnisse یعنی اما چیزایی که تجربه کردین در یک سفر و خوش گذشته براتون. bleiben میمانه. die Erlebnisse bleiben schließlich گرفتیم täglich زودlich unvergesslich یعنی
خاطرات فراموش نشدنی میمانه. unvergesslich فراموش نشدنی. Nummer 7. Wir begrüßen unsere Gäste. Wir begrüßen herzlich. قلبا یعنی مهمانای خود چی میکنیم؟ begrüßen یا خوش آمدی میکنیم. Ist das Flugzeug gelandet? Nein, es hatte eine Viertelstunde Verspätung. Nein, es hatte eine Viertelstunde Verspätung. Viertelstunde به معنای چی است؟ این بسیار یک ذره پیچیده گفته که Viertelstunde در حالی که امو 15 دقیقه است، یعنی قسمت چهارم یک ساعت که مدت 15 دقیقه میشه امو رو میگه Viertelstunde. Verspätung یعنی ناوقت. Ist das Flugzeug pünktlich gelandet؟ آیا پونکتلیش یا با وقت فلوکسویک یا متیاره لند کرد یا نشست داشت؟ میگه نه خیر، یک 15 دقیقه ناوقت بود. ای بود درس امروز. تا درس بعدی الله یارو نگهدارتان.